دمی خوندکارن زانکویا هانینگتون مات ویتنی و لوگن بوش دگل پروفیسور خوا سردانا ترکیه کرن او مطمئی بون دمی دیدن کتانها کسکی فریمک لسر پروفیسور وان چه نکریه. Well, this guy, like I said, is in his 60s and is climbing giant mountains. افزلام تمنی وی دشستا دنه و او لسر جیاین مزن هندکشت دا کتشتین دیروکی بینه برچاف. پشتی خوندکاران خوندنا خوا ده سال 2015 دا بداوی آنی وان دست به چکرنا فیلمان کرد. ده مها 5 ساله دا وان داکیومنتری یک چکرن ده سر پروفیسور مارک فیرچایلد. We're using this trip that we take along St. Paul's missionary route. افسر دانه به هفکاری خوبخشین سنت پال بو گو امروز بروز جیانا دکتر فیرچایلد تومار بکن. مارک فیرچایلد نتنه شونوار ناز بود دست بکی دا او هر وسا دیروک ناس انجیل بو. او مطمئی بود دمی دید که گلک تشتن ده انجیل دا لترکیه هنه. بری 20 سالان وی سردانا یک کم بو ترکیه کر و پشتی وی هر جار سردانا ورده کر. ده هر سردانا که خواه او فیری تشتکی نود بود اول کریستیانان دا. دمی من لسر جیا هلکشا من دید که گلک آواهین دیروکی ین لسر دم هلینی هبون. دورو بر من گلک آواهین دیروکی هبون. فیرچایلد سردانا زیده ترج 305 جهن کevin لترکیه کر. وی دید که رونجوان ترکیه گلک جوان ندزانی چه دیروک لعرداوان دا هیا بتایبت جبرکو پرانی اولاد مسلمانن. فیرلند هیوی دکه که فیلمی وی بهیل خلق بزانن چقاز دیروک لترکیه هیا و خلق بهتر رولا ترکیه تیب گهند ده جیهانا مدرن دا. If we're ever going to resolve this problem of terrorism. اگر ام پرزگیره که تیرور چاره سر بکین دوی ترکیه جی بجدار به. نه هتو نوش جسده خلق ترکیه مسلمانن. لا علمانینه او ولات هر پیشکتی مسلمان آیا. وان پیوندین باش دیگل ولات روجاوایی هیا و اندامانات هیا. داکیومنتری وانیا به ناو The Last Apostle Journeys in the Holy Land بریاره که داویا مهانه بیت بلاف کرن ده چند فستیوالن فیلمان دا و هر وسا ده انترنت دا.